به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما هموطنان گرامی. امیدوار هستم زندگی خوب و خوش داشته باشید. دوستان گرامی، در این ویدیو خدمت شما زندگی نامه و کارنامه سردار محمد داود خان رئیس جمهور سابق افغانستان را به تصویر کشیدیم. امیدوار هستم مورد پسند شما قرار گیرد. اگر تا هنوز کانال یوتیوب شهروند را سابسکرایب نکرده اید، برای حمایت بیشتر این کانال را سابسکرایب نمایید. تا پایان ویدیو با ما باشید. سردار محمد داود خان بنیانگذار نظام جمهوری و نخستین رئیس جمهور افغانستان بود و همچنین یک از قدرتمندترین زمامداران افغانستان در چند دهه اخیر شمرده می شود. نخستین رئیس جمهور افغانستان با یک کودتای نظامی در 26 سرطان سال 1352 خورشیدی به قدرت رسید و کودتای پیروزمند خود را انقلاب نامید. داود خان با سرنگون کردن محمد ظاهرشاه پسر کاکای خود نظام سلطنتی را در افغانستان پایان داد و در نخستین پیام رادیویی خود پس از پیروزی در کودتا روی کار آمدن نظام جمهوری را اعلان کرد. اما محمد داود خان کی بود؟ داود خان در 18 جولای 1909 میلادی در کابل به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلاتش در مدرسه نظامی کابل در سال 1931 میلادی وارد دانشکده افسری شد. داود خان پیش از آن که به نخست وزیری منصوب شود در سمت‌های گوناگون نظامی و امنیتی کار کرد. او برای مدتی در پست وزارت داخله کار کرد، اما او به اینها قناعت نکرد و در سال 1953 میلادی به عنوان نخست وزیر قدرت را به دست گرفت و 10 سال در این مقام کار کرد. داود خان آزادی نسبی که در زمان نخست وزیری شاه محمود خان به میان آمده بود محدود کرد و حکومت پلیسی را در کشور برقرار نمود. داود خان روش سختگیرانه در پیش گرفت، فعالیت‌های احزاب سیاسی را متوقف کرد و به آزادی‌هایی که در دوره کار شاه محمود خان داده شده بود پایان داد. داود خان در زمان نخست وزیری خود 2 برنامه 5 ساله را به اجرا گذاشت. برنامه نخست از سال 1955 آغاز شد، اما به دلیل عدم حمایت کمک‌های خارجی و استقبال سرد سرمایه‌گذاران داخلی موفقیت چندانی نداشت. اما به باور برخی پژوهشگران برنامه دوم او نتایج مهمی در بر داشت. شماری از شاهراهای عمده افغانستان چند کارخانه تولیدی از جمله برخی نیروگاه‌های برق آبی افغانستان بر اساس همین برنامه ساخته شدند. محمد داود خان مرد جاه طلب و عضو قدرتمند در خانواده شاهی افغانستان شمرده می شد. شماری از پژوهشگران می گویند او در زمان نخست وزیریش تلاش میکرد به قدرتش بیفزاید و صلاحیت‌های شاه را محدود کند. این موضوع باعث شد که اختلافات میان او و محمد ظاهرشاه به میان آید. به نظر برخی پژوهشگران یکی از دلایل عمده برکناری او از نخست وزیری توسط شاه همین اختلافات بوده است. اما خود داود خان در نامه به شاه که توسط آن استعفای خود را اعلان کرد از این اختلافات چیزی نگفت و تاکید کرد که از تغییر در افغانستان حمایت می‌کند. شاه در سال 1343 خورشیدی دکتر یوسف را که مرد تحصیل کرده و خارج از حلقه خانواده شاه بود مأمور تشکیل حکومت موقت کرد و با تصویب قانون اساسی جدید شاهی مشروطه را در کشور اعلان کرد. به این ترتیب داود خان از قدرت کنار رفت و بر اساس قانون اساسی جدید اجرای ماموریت‌های دولتی توسط اعضای خانواده شاهی که پسران کاکایشان شامل آن می‌شدند ممنوع شد. اما داود خان مردی نبود که برای همیشه خانه نشین باشد. او با نفوذ گسترده‌ای که در میان ارتش داشت
طرح کودتا را ریخت و 10 سال پس از برکناریش در سال 1352 خورشیدی آن را به اجرا گذاشت. داود خان نظام سلطنتی را برای همیشه پایان یافته اعلان کرد و خود در نظام جمهوری در رأس قدرت قرار گرفت. ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت‌های دفاع و خارجه مقام‌هایی بود که در دولت جدید همزمان در دست داود خان بود. با تمرکز قدرت در دست رئیس جمهوری که قانون اساسی سال 1355 هم بر آن تاکید داشت، نشان داد که هنوز زمینه حاکمیت جمهوریت واقعی به میان نیامده بود. بر اساس این قانون اساسی رئیس جمهوری تنها نامش رئیس جمهور بود و در واقع درست در مقام شاهی تکیه زده بود. در این نظام مردم نقش زیاد نداشت. داود خان همچنین آزادی 10 ساله مطبوعات را تنها به فعالیت رسانه‌های دولتی خلاصه کرد. او فعالیت‌های سازمان‌های سیاسی را هم ممنوع کرد و خود با تکیه بر نظام تک حزبی دست به تأسیس یک حزب دولتی موسوم به نهضت ملی زد. با این همه برخی کارهای مهمی که داود خان در زمینه اقتصادی انجام داد، جایگاه اجتماعی او را تا حد زیادی مستحکم کرد. روی دست گرفتن طرح‌های بزرگ راهسازی، اصلاحات ارضی و تأسیس کارخانه‌های تولیدی از کارهای مهم اقتصادی او بود. روابط خارجی داود خان بیشتر بر جنجال‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان متمرکز بود و در زمان او تنش میان این دو کشور به شدت افزایش یافت. روابط نزدیک پاکستان با آمریکا حمایت گسترده آمریکا را در زمینه‌های گوناگون برای این کشور فراهم کرد. اما گرایش داود خان به سوی شوروی سابق و هند بیشتر با تنش‌های دولت او با پاکستان مرتبط بود، چیزی که در اواخر حکومت او دردسرهای زیادی برای او به وجود آورد. با آنکه بسیاری ها معتقدند داود خان با حمایت شوروی پیشین و حزب دموکراتیک خلق افغانستان به قدرت رسید، اما نیرومند شدن روزافزون رهبران حزب دموکراتیک خلق در سالهای اخیر حکومت داود خان برای او خوشایند نبود. داود خان در اوایل سال 1357 شماری از رهبران عمده این حزب را زندانی کرد، ولی هواداران حزب دموکراتیک خلق با نفوذ زیادی که در بدنه دولت به ویژه ارتش و پلیس داشتند دست به کودتا زدند. کودتا علیه داود خان بامداد 7 ثور به رهبری حزب دموکراتیک خلق آغاز شد و تا پایان روز همه چیز تغییر کرد. داود خان با 18 تن از اعضای خانواده خود در داخل کاخ ریاست جمهوری کشته شدند و قدرت با حمایت شوروی سابق به دست حزب دموکراتیک خلق افتاد. دوستان گرامی، این بود مختصر معلومات جمع‌آوری شده در رابطه به زندگی نامه سردار محمد داود خان، رئیس جمهور سابق افغانستان. تا ویدیوی بعدی، بدرود.